سلام و درود. داستان ترسناک پرستار بچه. خب این داستان پرستار بچه داستانیه که بر اساس یک افسانه شهریه در مورد دختر جوانیه که یک شب هنگامی که از دو کودک نگهداری میکرده یک تماس تلفنی مشکوک از یک مرد غریبه دریافت میکنه. خب دختری جوان بود که به شغل نیاز داشت. توانست در یک خانه بزرگ و دور و قدیمی به عنوان پرستار بچه کار پیدا کنه. پدر و مادر بچه آن شب برای دیدن فیلمی به بیرون رفتن و بچه ها رو به این پرستار سپردن. پرستار زمانی که دیر وقت شد بچه ها رو به رخت خواب برد و خواباند و بعد از اون برای تماشای تلویزیون به طبقه پایین رفت که ناگهان صدای زنگ تلفن را شنید. وقتی جواب تلفن را داد تمام آنچه که شنید نفس زدن سنگین بود و صدای مردی که از او پرسید آیا به بچه ها سر زده ای؟ با ترس تلفن را سر جایش گذاشت و سعی کرد خودش رو متقاعد کنه که این فقط کسیه که با او شوخی میکنه. او دوباره به تماشای تلویزیون برگشت، اما حدود یه ربع دیگه دوباره تلفن بهش زنگ زد. وقتی گوشی رو برداشت و اون طرف خط صدای خنده وحشتناکی شنید. سپس همان صدا پرسید چرا بچه ها رو چک نکردی؟ پرستار تلفن را محکم سر جایش کوبید. دختر بیچاره ترسیده بود و بلافاصله با پلیس تماس گرفت. اپراتور پلیس به پرستار گفت اگر مرد دوباره زنگ زد باید سعی کنه تا صحبت رو طولانی کنه. این به پلیس زمان میده که تماس رو ردیابی کنه. چند دقیقه بعد تلفن برای سومین بار زنگ زد. وقتی پرستار به اون پاسخ داد دوباره صدای نفس سنگین رو شنید. صدا در آن طرف خط گفت تو باید بچه ها رو بررسی کنی. پرستار به مدت طولانی به اون میخندید و صحبت کرد تا تلفن را طولانی کنه. او دوباره تلفن را قطع کرد و تقریبا بلافاصله دوباره زنگ خورد. این بار اپراتور ایستگاه پلیس فریاد زد همین حالا از خونه برو بیرون، تماس ها از طبقه بالاست. پرستار از ترس تلفن رو به زمین انداخت و ناگهان صدای پایی را شنید که از پله ها پایین میرفت. بدون مکث و بدون سرعت باور نکردنی از خانه فرار کرد. درست در حالی که در رو پشت سر خود بست دست یک مرد غریبه در مقابل شیشه دید. او فریاد زد و دقیقاً همان لحظه یک ماشین پلیس را دید و به سمت خیابان فرار کرد. پلیس خونه رو جستجو کرد و دو کودک را در طبقه بالا پیدا کرد که در یک کمد مخفی شدند و گریه می‌کردند و در اتاق خواب والدین یک تبر خونین پیدا کردند که روی زمین کنار تلفن طبقه بالا قرار داشت. پنجره باز بود و پرده ها در نسیم تکان می‌خوردند. هیچ نشانی از دیوانه‌ای که تلفن کرده بود وجود نداشت. او شب هنگام رسیدن پلیس فرار کرده بود و موفق نشده بود طرح هولناکش را برای کشتن دو کودک پرستار بیچاره پیاده کند.